که ما عاشق این هستیم که ولتاژ خروجی رو زیاد کنیم، پس تصمیم گرفتم که یک تحقیق راجع به این زمینه انجام بدیم. آقا چجوری ما ولتاژ رو زیاد کنیم؟ برای اینکه ولتاژ رو زیاد کنیم باید یک درکی نسبت به قانون فیزیکی داشته باشیم. بله دوست عزیز، فیزیک تو هر جایی به درد می‌خوره. پس فیزیک رو بخونیم. بعد چیکار کنیم؟ بعد درک صحیح از قانون فارادی داشته باشیم. قانون فارادی میگه چی؟ میگه که آقا N B به N O متناسب است، وی بی به وی آ. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما با افزایش تعداد دورهای سیمپیچ ثانویه میتونیم ولتاژ خروجی هم زیاد کنیم. البته یک نکته ای هست که ما باید اینجا در نظر بگیریم، اینکه نمیشه ما مستقیم باتری رو وصل کنیم به سیمپیچ اولیه و سیمپیچ ثانویه هم ازش بهره بگیریم. این نمیشه. بعد ما ولتاژ DC رو تبدیل به ولتاژ AC همون متناوب کنیم که تغییرات ولتاژ داره در هر ثانیه. و نکته دوم این است که ولتاژی که ما میگیریم به چند تا عامل بستگی داره. یکی اینکه فرکانس توی القا خیلی موثره. هرچی فرکانس بالاتر باشه تقریبا القا بهتر صورت میگیره. البته فرکانس هرچی بالاتر باشه تلفات هم بیشتره و ممکنه که خروجی ما خیلی بدتر باشه و جریان الکتریک هم خیلی پایین. دوم به جنس هسته بستگی. سوم به جنس سیمپیچ بستگی. چهارم به چند تا عامل دیگه بستگی داره. خودتون برید راجبش بیشتر تحقیق کنید چون توی زمینه علمی خیلی نیست. تا دیدار دیگر.